سلام دختری خیر، بنده حسین ریو هستم، پدر کمدی نوین ایران و امروز اومدیم خدمتتون با پرسش و پاسخ با ریو. ساعت خاصی در طول شبانه روز هست که خیلی دوستش داری. صبح اگه بیدار شم واقعا خیلی حال میده، یعنی صبح بیدار باشی پر انرژی، اون بهترین موقع است برای من شخصا. حالت چطوره؟ کدوم ویدیو تو از همه بیشتر دوست داری؟ من کافه گوه واقعا همیشه گفتم مثل ناموس برای من میمونه. کانسپت اورجینال و جالبی هم برای خودم به طور شخصا، همین که فیدبک هایی که گرفتم بر این اساس بوده که خیلی دوست داشتم. نیاز گوه خوری. دستت مو داره یا نه؟ اگر نه موهاشو با چی میزنی؟ نه مو داره، یه چوسکی کرک و اینا داره. ما ژن مویی خوبی داریم، اونجا که باید در بیاد در میاد، اونجا که نباید خودش میفهمه و در نمیاد. به تکامل رسیدیم در واقع. زوال عقل ترین کار دنیا به نظرم آدمی که تمام زندگیش رو بذاره برای اینکه فقط مثلا به پول برسه و به هیچ ارزش دیگه تو زندگیش توجه نکنه، نه لزوما ارزش اخلاقی. میتونه طرف بگه آقا من حالا پولو در میارم ولی این کارم دوست دارم، اینم مثلا شبا انجام میدم. خب ولی آخه ببین اونایی هم که کلا دنبال پول باشه و فقط فکر و ذکرشون پول باشه واقعا هم نمیرسن. سربازی آره یا خیر، در یکی از ویدیوهامون اینجا میتونم براتون بذارم که خودتون ببینید. اونجا ما صحبت کردیم در مورد سربازی به طور کلی، کلیتشو، هم سربازی اصلا برای زنان باشد نباشد و این داستانا توی این یکی ویدیو، اینی که اینجاست هست. چطور با متفاوت بودنت با آدم‌های اطرافت کنار اومدی؟ خب نیومدم واقعا. ببین شما اصولا دنبال آدم‌هایی هستی که شبیه به خودت باشن و اگر متفاوت باشن یا ماسک میزنی یا نمیتونی در واقع باشون کنار بیای، سعی می‌کنی فاصله بگیری. چطور خشم و غمش رو کنترل می‌کنی؟ فکر کنم منظورت غمت بود. ببین تمام اینها احساساتی هستن که کنترل کردنشون، هندل کردنشون کار سختی نیست، فقط باید بدونیم چیکار کنیم. من شخصا با تراپی خیلی از این چیزها رو تونستم کنترل کنم. چطور انقدر دقیق به طرح شخصیت‌های پست هات میرسی؟ تجربه یا مشاهده یا شنیده ها یا مجموعش؟ فکر می‌کنم مجموعش باشه ولی به طور کلی خاصی نیست. اینا یه سری چیزاییه که یعنی درون تو وجود داره و تو میای این رو در یک قالبی، در یک مدیومی عرضه میکنی و پرزنت میکنی. خب برای همینه که من انقدر با کپی کردن مشکل دارم، چون وقتی توی کپی میکنی دیگه اون چیز شخصی تو نیست، اون چیز یونیک نیست و همه میشن شبیه هم. من متفاوت نیستم، من فقط خودمم. هر کسی خودش باشه متفاوت خواهد بود. که ایران درست میشه؟ خب ببین اصلا تعریفت از درست چیه دقیقاً؟ یعنی اینکه اگر ما بخوایم بگیم که ایران دقیقاً مثل آمریکا میشه، من فکر میکنم هیچ وقت. قبلا فاز فیلم بازی داشتم، الان ازش خسته‌ام. میتونی یه فاز جدید بهم معرفی کنی؟ نه، من به تو فاز معرفی. خودت برو ببین چه فازی دوست داری. حالا مثلا من بگم واتر پولو، تو میری؟ آدمای باحال چی گوش میدن به نظرت؟ راک بسیار چیز کولیه، آدمای باحال همه راک گوش میدن. روند ساخت یه ویدیو رو برامون توضیح بده، از ایده تا اجرا و غیره. خیلی سریع توضیح میدم. دو حالت داره، یا یه وقتایی میشینم میگم اوکی من الان باید یه ویدیویی بسازم و میرم اون نوتامو نگاه میکنم، هر چی که خوب بیاد به نظرم از اون استفاده میکنم. حالا ممکنم هستش که نه، همون لحظه یه چیزی اومده تو ذهنم و دیدم که خب میتونم اینو چیز بکنم، میتونم اینو همین الان ویدیوش بکنم. همون موقع میام شروع میکنم مینویسم، معمولا با ایده، بعد نوشتن، بعد فیلم گرفتن، ویدیو گرفتن و در واقع ادیت و حالا این داستانا که بخوام بگم از 0 تا 100ش این قضیه 2 ساعت طول میکشه، چون من جدیدن خیلی دارم روی ادیتام وقت میذارم، چون هم از نظر رنگ دارم رنگ و نور و اینا بهترش میکنم و همین که یه سری چیزا بهش اضافه میکنم. کلا دارم کارمو یه خورده سفت‌تر میگیرم که ترتمیزتر بیاد بیرون، هی پیشرفت داشته باشم. خنده‌دارترین یا عجیب‌ترین پیام یا کامنتی که گرفتی؟ خنده‌دارترینش یکی بود، گفت که از بچه‌های چی بود؟ سنگ فروش یا سنگ سازی همچین چیزا، از اینا بساز دیت پات. من آخه چی اینجوری بودم که چی بگیرم. عجیب ترینم انقدر چیز عجیب غریب برام اومده که اصلا نمیدونم با کدوم شروع کنم. چی شد که فعالیت تو مجازی رو به عنوان بلاگر شروع کردی؟ اصرار بقیه بود واقعیت، یعنی اینقدر همه گفتن برو شروع کن، نمیدونم پول بگیر، این تبلیغ بذار و اینا،
منم گفتم باشه دیگه بریم چه جوریه. بعد از یه مدتی هم دیگه خودم به این نتیجه رسیدم که خب نه اوکیه میتونم این رویه رو برم، چون من هیچ وقت شروعم با بلاگری نبود به اون صورت. یعنی من همینجوری کمدی حال میکردم میذاشتم و اینجوری آقا من بلاگر نیستم، من کمدینم دارم همینجوری یه چیزی میذارم. بعد دیدم خب نه بعدم نمیگن دیگه، این با این وضعیت اقتصادی چرا پول در نیاری ازش. کی زندگی تموم میشه؟ ببین زندگی رو شما میتونی خودت هم براش در نظر بگیری کی تموم بشه، فقط اینکه برگشتی وجود نداره. بیشتر از سمت کدوم دسته مورد حمله قرار گرفتی؟ توی توییتر که از سمت سلطنت طلبا بوده، توی اینستاگرام هم از سمت سیگما ها بوده، سیگما و آلفا و این داستانا. تینیجرهای عصبانی عقده‌ای هستن که مثلا یه دختر رو از 30 کیلومتری هم حتی ندیدن و معتقدن که این فشارهایی که این مشکلاتی که دارن به خاطر اینه که اونا نمیان سمتشون، اصلا مشکل اونا. این عقده شدید و این دعوت در واقع دعوت الگوهاشون به خشونت باعث میشه اینها کلن آدم‌های اذیت کننده‌ای باشن. آیا آرمان خاصی رو دنبال می‌کنی؟ اگه آره چی هست؟ کلن به نظرت آرمان خواهی عمل صحیحی است یا خیر؟ من والا آرمان نمیدونم اینجا چیه، ولی اگه منظورت هدفه، اگه منظورت چیزه، من هدف خاصی برای زندگیم به اون صورت ندارم. اینجوری هم که هدف مهم نیست، از مسیر لذت ببرم، ولی ارزش هایی دارم که برای اونها تلاش میکنم، سعی خودم رو میکنم، اونم تعصبی نه ها، سعی خودم رو میکنم که اگر میخوام پولی در بیارم مثلا در این راه از این طریق باشه، از طریق کمدی باشه، دوست دارم از این طریق باشه، یا مثلا دوست ندارم کلاهبرداری باشه، دزدی باشه، اخلاقیات اینا رعایت بشه. اینا چیزایی که من خودم برای خودم شخصا قرار دادم. بذار یکم فلسفه کنیم قضیه رو. توضیح از زندگی و مرگ چیه و به نظر چجور میشه از این دنیا لذت برد؟ من نظر شخصی که نمیتونم ارائه بدم، انقدر دوستان هستن که گفتن بحثه، ولی فضاهای اگزیستانسیالیستی فضایی هستن که برای من بیشترین جواب رو داشتن. برای لذت بردنم فقط در لحظه باش و تا میتونی سعی کن از همون جایی که هستی لذت ببری. ببین من الان اتاقمو ببین شما، من برای تک تک اینا خب برنامه‌ریزی کردم، خرج کردم، تمام این کارو کردم. چرا؟ چون میخواستم وقتی که تو خونه نشستم، تو اتاقم نشستم، همون لحظه اون استراحت رو لذت ببرم. خب ویدیو ساختن لذت داشته باشه برام. ولی اگر بخوام حالا مثلا همینم الان نداشته باشم، مثلا دیوار سفید خیلی خالی باشه، الکی خرج نکنم، این لذت‌های کوچولو، حالا مثلا لذت از شما میتونه این باشه که بری یه اجرای تئاتر ببینی، یه اجرای موسیقی ببینی، خیلی مهم نیستش. یک سری پذیرش‌هایی باید انجام بدی در درجه اول در زندگیت که آقا اصلا به این پذیرش برسی که همینی که هست. این سخت، این از همشون سخت‌تره. اینو برسی بهش دیگه هر چیزی برات لذت داره. خوبم لایش بهترم. اگر منظورتون اینه بهترم، پیج جدید رو حتما فالو کنین و اونجا میتونین چیزای خفن ببینین. گیا چرا گیان؟ والا علم به ما میگه که همینی که هست دیگه، چهار کنیم. نمیدونم چطور میشه یه هنرمند واقعی بود. هنرمند واقعی سوالای بسیار از سطح و تخصص بنده بالا، ولی شخصا کسی رو هنرمند میدونم که صادق باشه و کار خودش رو انجام بده، یک چیزی ارائه بده به حالا جامعه و هر چیزی که هست. شخصا اون رو یک هنرمند میدونم. حالا هنر اینقدر ماشاءالله فضای بلندیه که من اصلا هیچ کارم تو این قضیه نظر دادن در مورد هنرمند کیه، چیه، هنرمند خوب کیه. رمز اکانت اصلی اینستا چیه؟ رمز اکانتم یه شماره‌ایه، خب بعد یه سری حروفه، بعد یه سری علامته و اینا رو عمرن نمیتونی حدس بزنی، خیالت راحت. تو وی اتنتیکیشن هم دارم. خیلی با دقت و حوصله هستی. چطور میتونی اینقدر؟ اصلا نیستم، یعنی من اصلا آدم با حوصله، بسیار بی حوصله‌ام. یعنی دیدی یه وقتایی مشخصه خشمی میزنه بارو، ولی تلاشمو میکنم که این دقت و حوصله بیشتر باشه، چون باید اینجوری باشه. یعنی به عنوان کسی که داری تولید محتوا میکنی تو این فضای مجازی، اگر این صبر و حوصله و این نداشته باشی که هیچی. دقت هم که نمیدونم دقت منظورشه، اگه منظورت دقت توی حالا مثلا دیدن دیگران این جزئیاتی که حالا هست، جزئیاتی که توی ویدیوها برای شخصیت ها هست، اون دقت در واقع برمیگرده به درونگرا بودن خودم و اینکه خب شما حالا الان گوشی هست تو این داستانه، ولی خب
ما قبلا خب گوشی به اون صورت چیزا نبود، همش میشستیم نگاه میکردیم هم دیگه. منم درونگرا بودم، تو مثلا یه جمعی بودش همه داشتن حرف می‌زدن، من داشتم نگاه می‌کردم. خب اینا نگاه می‌کردم این چیزایی میرسید بهم و این عادتی شد که همیشه، یعنی اینو مطمئن باشید که کمدی هایی که از آدم میاد اکثرا بر اساس تراما هایی که دارن دیگه. یعنی این تراما باعث میشه که من چیز بشم، مثلا برای به طور مکانیزم دفاعی همون لحظه حالم خوب مثلا نگاه کنم و اینا، هی برای خودم تو ذهنم یه سری چیزا به وجود میاد، کاملا ناخودآگاهه ولی پرورشش خودآگاه بود. اینکه از این استفاده بکنم اینا خودآگاه بود. این ادامه داشت. خیلی با دقت و با حوصله هستی، چطور میتونی انقدر خلاقیت داشته باشی هم در سناریو نویسی، هم در پاسخ کامنت و هم در کپشن سازی؟ قضیه اینجاست که من تمام اینا رو تقریبا میتونم بگم بداهه انجام میدم و بداهه من تقریبا قوی تره، برای همین استندآپ اینا یه ذره سخته برام که به یه متریال 1 ساعته‌ای بخوام بنویسم. اکثرا بداهه هست در لحظه، خیلی رندوم و فکر می‌کنم به خاطر ADHD دیگه، یعنی مغزت در یک جا ثابت نیست، میره هی اینور اونور و خلاقیت عموما با چیز میاد دیگه، یعنی thinking outside the box، خارج از اون محدوده بخوای فکر بکنی و مغز ADHD اصلا خوراکش اینه که هی بخواد از فضایی که هست فرار بکنه و بره جاهای دیگه. طالب این فکر کردی که بلاگرو بیخیال شی بری دنبال شغل دیگه؟ اگه آره چی بخیر از بدی جوراب. من تا مهر 402 یعنی تا شهریور 402 کارمند بودم، یعنی بلاگر. اصلا خودمو هیچ وقت بلاگر نمیدونستم، هنوزم نمیدونم. 402 دیگه زدم بیرون، یعنی مهر دیگه مستقل شروع کردم کارمو، چون که دیگه خسته شدم از اون کار. و اگر هم منظوره دیگه بخوام اون چیزی که بخوام، خب من فضای آرتو دوست دارم، تصویرسازی رو دوست دارم، گرافیکو دوست دارم، ولی هیچ وقت دوست ندارم گرافیست بشم، هیچ وقت دوست ندارم تصویرساز بشم تو این ایران، چون میدونم که فضای جالبی نیست و برای رسیدن به اون سطح خیلی باید تلاش بکنی و من الان تو این سن اصلا حوصله دیگه ندارم دوباره برگردم به حالا اون چیزا. ولی اگر اینفینیتی بی نهایت پول و بی نهایت وقت داشته باشم، میرم سراغ هنر، تصویرسازی و این چیزا. سلام، به نظرم کدوم شخصیت واقعا باید دیت رو حساب میکرد؟ پزشکی واقعا باید حساب میکرد، یعنی پول داری دیگه داداش، پزشکی دیگه یعنی چی؟ یه خوره اگه میخواستی با یکی از دختره بلاگر اینفلوئنسر بری دیت، اون کیه؟ ببین خیلی زیادن، بعضیاشون هم میذاره اداشون زیاد شده، نمیدونم دیدی یا نه، دوست ندارم. آره ولی بیشتر ترجیح میدم با کسی برم دیت که بلاگر و اینفلوئنسر نباشه. چجوری با کامنت هیت کنار میاد؟ ببین سایبر بولی و کلا این هیت ها و اینا همش تجربیه، یعنی شما باید برید دهنت سرویس بشه، مثل میگن یه فولاد چکش میخوره اون داستانا، این چکش بخوره، اگه زنده بمونی دووم بیاری که یه فولادی ازت در میاد، اگرم نه که بازم همچنان دهنت سرویسه. بسیار بسیار نیازمند تلاشه که بتونی اون روان خودت رو آماده بکنی که این چیزها رو هندل بکنی. ولی خب من بارها پنیک کردم سر همین هیتا، بارها دیدم که پنیک کردن و این افسانه ای که همه فکر میکنن بلاگری بسیار چیز آسونیه، اینفلوئنسری بسیار چیز آسونیه، این صحیح نیست. یعنی درسته که میتونه آسون باشه ولی فشار روانی بسیار زیادی برای شما داره و اینو مخصوصا حالا تینیجرها اینو در جریانش نیستن و بعد واردش میشن با این تصور که اوکی بریم، خب حالا این تینیجر وارد شده، حالا وایرال هم شده و متاسفانه دوچار سایبر بولی میشه. خب حالا اون تینیجر های توانایی اینو داره که بتونه اون چیزها رو تحمل بکنه، اون حجم سنگین از تنفر رو تحمل بکنه یا نه. میشه گفت حتی سایبر بولی تو کشورهای دیگه قربانی داشته، یعنی افراد زیادی بودن به خاطر این هیت ها، به خاطر این تنفرهایی که نسبت به اینها داده شده خودکشی کردن. سرچ بکنید زیاده. ایده کاراکترها از بین دوستاتون هستن یا از روی مطالعه آدمای رندوم تو کوچه خیابون بهشون میرسی؟ تقریبا همه. من اصلا اینجوری نمی‌کنم که برم تو خیابون، شما یه عکاس رو در نظر بگیر. خب یه عکاس هیچ وقت نمیره تو خیابون بگه من میخوام مثلا
با این فضا عکس بگیرم، عکاس حالا یه ذره مستندتر میره نگاه میکنه ببینه چه چیزی پیدا میکنه، چه چیزی بهش میرسه. ممکنه این چیزی که بهش میرسه تو مهمونی باشه، ممکنه وسط خیابون باشه، ممکنه تو اتاقش باشه. خب ایده چیزیه که هر لحظه ای میتونه بهت برسه. تو همون من خیلی وقتا ویدیو رو در آوردم. سالی حدوداً چند تا و چه موضوعاتی کتاب میخونی؟ سالی شاید بتونم بگم یکی یا شاید 2 تا. موضوعاتشون موضوعات روانشناسی، نقد، عرض کنم فلسفه جدیدن زیاد میخونم، یه دوره رمان زیاد میخوندم، ولی میانگین کتاب خوندنم الان میتونم بگم 1-2 تا در ساله. یک نوجوان باید چیکار کنه که جوگیر یا نوب خطاب نشه؟ شما جوگیر و نوب هستی. اینکه یه نفر به تو میگه جوگیر یا نوب 2 تا حالت بیشتر نداره. یا تو واقعا نوب و جوگیر هستی، یا اینکه اکثریت این افراد جوگیر و نوبن و شما هم قاطی این داستانا میشی. مسئله اینه که تینیجرها هنوز عادتی ندارن به این قضیه. یعنی شما تا میای وارد جامعه بشی یومینه همه دارن دست کم میگیرنت، همه توجه خاصی بهت نمیکنن. تو اینجوری که آقا من بزرگ شدم یعنی چی این نوب فلان. بنابراین بهترین راهش اینه که اصلا توجه نکنی و راه خودتو بری. اجازه بدی که اون پیشرفت تو، اون بزرگ بودنت، ادالت بودنت با رفتارت نمایش داده بشه. تو اگر رفتار بزرگسالانه داشته باشی کسی نگاه نمیکنه بگه این جوگیرین بچه. لازم نیست تو حالا شناسنامه تو همه جا با خود ببری، تاریخ تولدت مشخص باشه. تفکر تو و رفتار توئه که نشون میده آقا آدم بالغی هستی. کندریک لامار یا دریک. ببین دوستان، بنده واقعا اصلا خودم رو درگیر این مسائل نمی‌کنم، مثلا مسائل سلبریتی تور و این چیزا. یک جمله هستش که من این رو میگم جوابتون انشالله که به جوابتون برسید. این پاسخ بنده بود. بریم سراغ بعدی. چجوری آدم‌های مختلف انقدر خوب درک می‌کنی؟ ببین میخوام فاز درس زندگی جواب بدی. من حالا نمیدونم فاز درس زندگی منظور چیه، ولی از اونجایی که همیشه به روانشناسی علاقه داشتم و همه چیزو با تحلیل روانشناسی میگم، اینم با همون خدمتتون عرض میکنم. ببین یک چیزی هست خب که شما در کودکی وقتی یک مشکلی داری، وقتی که با پدر مادرت مثلا اون عاطفه و محبت رو نمیبینی و همیشه اینها رو در یک فضای خیلی افسرده‌ای ببینی، یه جورایی ترس پیدا میکنی نسبت به این که اوکی چی شده، چرا این الان اینجوری، من میخوام اون آدم با اون شاد باشم، من الان شادم ولی اون آدم اینجوری نیست. انرژیت رو، مغزت رو، همه چیز رو میذاری در راستای این که این آدم رو بشناسی، این آدم رو بفهمی و درکش کنی که چرا این الان با تو خوب نیست. خب این یه مکانیزم دفاعیه خب که هم میتونه خوب باشه و هم میتونه بد باشه. مکانیزم های دفاعی تو روانشناسی همیشه به دو حالت هستن، هم میتونن بد باشن هم میتونن خوب باشن. مثل خشم، خب که این خشم رو شما میتونی باهاش جرم و جنایت انجام بدی، میتونی باهاش بری تو ورزش بوکس مثلا اون خشم تو اونجا خالی کنی و بیای بالا. ولی بخوام در این مورد خاص خدمتت عرض بکنم، دلیلش اینه، یعنی شناخت آدم ها باعث میشه که از روانی من آرامش بگیرم. چرا؟ چون در گذشته به طور طرحواره شناخت آدم ها برای من یه چیز واجب و ضروری بوده. من اگر نفهمم این آدم چه جوریه، چه شکلیه، بعد از این مدتی هم برام جذاب شد این قضیه. یعنی اینکه آدم ها به چه شکل فکر میکنن. مثلا میگم تفریح آقای ایکس چیه، خانم ایکس تفریحش چیه، چرا تو فکر میکنی این مثلا قیچی چیز قشنگیه و من فکر میکنم این قشنگ نیست. شاید هم این بخشم باز برمیگرده به همون حالا بحثای هنر و فلسفه و چیزایی که خودم علاقه داشتم، چون ما تو هنر بحث زیبایی شناسی داریم. همیشه میگیم که آقا این کار چرا اصلا میگن این کار خوبیه، چرا این کار، از جور حرفا زیاده. میشه با دماغتون رو گاز بزنم؟ خیر. 3 کارگردان برتر مورد علاقه: یورگوس لانتیموس، مارتین مکدونا، کوئنتین تارانتینو. چرا رگتو بزنی ولی اگه دستت قطع بشه ناتخ. ببین قضیه اینجاست که شما اگر خودت اقدام بکنی به اون کار خیلی فرق داره تا اینکه یکی دیگه این کارو بکنه. خب تو خودت اگر بیای با چاقو این کارو بکنی خب قطعاً لنا لله و الا راجعون. ولی اگر یک کس دیگه در یک شرایط آزمایشگاهی انجام بده خب این اتفاق خوب نمیفته. یعنی سریعاً
شما همین الان هم اگر در یک محیط پزشکی باشی و لای نکرده بکنی و همون لحظه طرف بیاد جلوشو بگیره، خب درست میشه دیگه. یعنی میدونی چی فکر مثلا من اسکول میشم. خیر، دقیق جواب تو دادم. ملاقات با فرشته مرگ چطور میتونه باشه؟ بستگی به دیدت داره. مثلا من باشم فرشته مرگو ببینم خیلی هم باش اوکی ام، داشمی بریم، فاینالی بالاخره اومدی. چی شد از ریتالین رفتی رو ویاس؟ تفاوتشون تو چیه؟ حس میکنم چند وقت ریتالین دیگه جواب نیست. من نرفتم، من اصلا هیچ وقت ریتالین مصرف نمی‌کردم به هیچ عنوان و فقط مصرفم رو ویاس بود. اینو با دکترتون مشورت کنید، حتما یه چیزی میگه دیگه. نمیدونم چجوری انقدر با مزا ویدیو میسازی. قربونتون برم، من نوکر شما، فدای شما. تمرین، مطالعه، تجربه. دیت با هیرو چجوریه؟ من نمیدونم، من هیرو نمیدونم. اگه منظورت منم، حسین ریو اگه منظورته، که یه ویدیو دارم تو پیج اچ ریو، یه ویدیو از دیت با حسین ریو میتونی ببین. به نظر خود دیت اول کی باید حساب کنه؟ به نظرم این کس به توافقیه دیگه. یعنی یا دونگی حساب کنید یا کسی که دعوت کرده. خیلی مهم نیست. چرا انقدر این چیزا واقعا مهمه؟ نمیدونم. تتو داری؟ اگه داری چند تا؟ اگه نداری بیا من بزنم برات. مجانی؟ آیا اگر مجانیه من میام. جوکر اینستا حسین ریو چجوری میرقصه؟ ببین دوستان، بنده رقص خاصی در واقع ندارم. حالا من اینو اجازه بدین که میکروفونو منتقل کنم. بستگی داره. ببینید اگر راک باشه، خب من معمولا هد میزنم، یعنی در این حالت خیلی گسترده تر، البته این بالا پایین و اینا. اگر موسیقی ایرانی‌ها و از این رقص‌ها اینجوری باشه، اونا رو واقعا بلد نیستم. یعنی هی در حد یه ذره اینجوری میکنم و یه ذره شبیه این باباها اینجوری میکنم مثلا. خودم به نظرم یعنی برای خودم شخصا رقص اصلا توانایی نیست. برای من فقط رها کردن خودته. دوست داری چه شکلی بمیری؟ گنگ دوست دارم بمیرم. خب دوستان تموم شد. منم وقتتون رو نمیگیرم. خیلی سوالای چرت زیاد بود، سوالای خوب هم زیاد بود. دمتون گرم. من سعی میکنم اینو به طور متداول داشته باشم، البته اگر استقبال بشه. اومدیم استقبال نشد، منم بیکارم اینجا بیام براتون بسازم. نه شوخی کردم. دستتون درد نکنه دیدین. مرسی. بازم اگه سوال داشتین تو همینجا کامنت بگید. من دوباره همین کامنت رو میخونم، میرم سوالا رو جواب میدم. اگه سوال اگه واقعا داشتید. پیج جدید زدم، بنده پیج جدیدی زدم به اسم حسین _ ریو _ این هست، فالو کنید اگر دوست داشتید پیج جدید رو. پیج قدیم هم فعلا در یک وضعیت نامعلومیه، ولی خب برنامه اینه که این بره. در هر صورت حمایتاتون رو بکنید، خدا خیرتون بده. ما به خدا هیچی نداریم جز همین لایک های شما، همین حمایت های شما. دستتون درد.